اگه کوین فایای عزیزم شبتون بخیر باشه. به درخواست زیاد شما رفتیم سراغ ارز ریپل. قرار با هم دیگه بررسی بکنیم ریپل میتونه قیمت $4 و ATH های بالاتر رو ثبت بکنه یا خیر و با چه شرایطی میتونه بره جلو. تو این ویدیو قرار با هم نواحی مهم XRP و همون ریپل خودمون رو بررسی بکنیم، حمایت و مقاومتاش رو بدونیم کجاها میتونیم به صورت اثبات فروز بزنیم، کجاها باید سیو سود کنیم، کجا رو باید استاپ بر خودمون در نظر بگیریم و اگه کجاها از دست بره ما باید نقد کنیم و بریم تو کف‌های پایین‌تر خریداری بکنیم. این ویدیو قرار خیلی ساده و جامع به ریپل بپردازه، پس تا آخر ویدیو همراهمون باشین. اول از همه میریم سراغ قیمت فعلی ریپل. ریپل در حال حاضر روی $2.25 قرار داره. بخوایم یک روند کلی از ریپل رو بهتون بگیم خیلی مشخصه، کاملا نزولیه. اینو باید تو بلندتر نگاه بکنید. الان ما اینجا تو تایم فریم 4 ساعته داریم بررسی میکنیم. ببینید سقف و کف‌های پایین‌تر داره میزنه و همینطور اومده تا اینجا. خیلی مشخصه که خب تریدرها دوست داشتن رو این قیمت، یعنی روی $3 که ما از قبل هم گفته بودیم انقدر قوی بود، انقدر ETF داشت براش، یعنی روش سرمایه گذاری میکرد و پولای جدیدی وارد میشد که قطعه به یقین $3 رو میداد که اومده تا $3.60 اومده. اینجا اومدن تریدرها سیو سود کردن. این به علت این سیو سوده که دیگه نتونسته رشدهای بالاتری رو طی بکنه. پریروز بود فکر میکنم دوباره یه ETF از سمت آمریکا برای ریپل تایید شد و خود این ETF خب مشخصه ورود سرمایه است دیگه برای XRP و معامله‌گرا رو خیلی به اصطلاح خیالشون رو راحت میکنه، ولی اینجا دیگه زورش نچربید متاسفانه. هرچند یه مقاومت رو بروش بود ولی چون بیت کوین اونجوری دامپ کرد زیر $100,000 نتونست که بیاد پایینتر. من قبل از اینکه ادامه بدم تحلیلو یه نگاه میخوام اینجا بهتون روی داده های مارکت بندازم و شما اینو مشاهده بکنید. ببینید شاخص ترس من روی 10. من واقعا یادم نمیاد که این شاخص ترس من رو 10 دیده باشم. یعنی آقا ترس شدید، یعنی آقا قراره که کف‌های تاریخی ببینیم و واقعا هم باید شما ترستون به نسبت مارکت الان طبیعی باشه و باید بترسید. ترس چیز طبیعیه، شما باید با احتیاط الان عمل بکنید. مارکت کپ هم که 5% ریزشی بوده، یعنی ملت اومدن سیو سود کردن، پولشون رو خارج کردن. یه ویو کلی هم نسبت مارکت داشته باشین. حالا این سبز بودن رو نگاه نکنید، اصلاحیه. بیت کوین 96,000، ریپل که اینجا $2.26، اتریوم 3200 و اصلا قیمت اون چیزای واقعی خودشون نیستن. یه تاییدیه دیگه برای اینکه بدونیم روند ریپل نزولی هست یا نه همین مووینگ اوریج هاست که به ما تایید روند میده. یعنی میگه که پایین این مووینگ اوریج نزولی، بالاش صعودیه. ببینید حالا کار با مووینگ اوریج خودش اصلا یه پروسه جدا داره. من میدونم که اکثر تریدرای ما بلدن، سر همون زیاد راجبش توضیح نمیدم. اینجا که بالا مووینگ اوریج بوده چقدر خوب رشد میکرده، اینجا اومده پایین به همون صورت، اینجا دوباره به همون صورت و الان هم اگه از اینجا شما در نظر بگیرین که بیت کوین هم از اینجا شروع کرد اومد زیر 100,000، زیر مووینگ اوریج 9 روزه است و هیچ چیزی از لحاظ ما کندل شناسی اینجا نمیتونیم بگیم که آقا برگشت قرار داشته باشیم که اینو بیاد به سمت بالا بشکنه. حالا سوال مهم اینه که ریپل قرار کجاها رو تاچ بکنه. دوستان ناحیه اول براش $2.07. خب ببینید این شادو ریزا رو اینجا میبینین که ادامه داره. یکی از بچه‌ها تو کامنت واسم گفته بود که چرا تا اینجا نمیگیری. خب اینم حمایت. ببین من این درصد یه چیز اینجا واسط بگیرم، اینو از من به یاد داشته باشین. از اینجا تا اینجا یه هولوش 0.5%. خیلی استاپشون همین 0.5%. این اومده اون استاپ رو جمع کرده. خب شما دقیق باشید با جایی که پر برخورده، نه اینکه حالا یه بار رد شده. ببین اینجا ولی این ادامه شادو اصلا برای ما ملاک نیست اینجا. خب پس ناحیه قدرتمندمون روی این قیمته، نه روی این قیمت با این شادو که اومده استاپ هانت کرده و جمع کرده. حالا سوال پیش میاد که خب ما چجوری استاپ هانت نشیم یا اصلا چجوری انقدر راحت سرمایه‌مون از دست بدیم. به طور مثال شما واچ لیست داشته باشی، مثلا اوردر نکاری، یا اینکه استاپ تو دور بذاری به نسبت این شادو. دیدی الان 0.5% بود، استاپ تو مثلا بذاری 1%. اینجا عقب‌تر اگه بخوایم در نظر بگیریم، اینا واقعا فوتوفنا به جزئیاتیه که از ضرر شدن شما جلوگیری میکنه. مثلا اینجا بخوام دیگه کجا بودیم کندلی که ما دیدیم، بذار با اینم که نیست،
یه چیز دقیق میخوام براتون در نظر بگیرم، یعنی یه چیزی که واقعا مثال درست باشه. الان مثلا این شادویی که اینجا خورده، مثال این شادو مثلا اینجا از دقیقا $2.07 تا اینجا $2.03 ببخشید میگم $2.03 3% ضرر بوده. خب این 3% ضرر خب مشخص شما استاپت میخوره دیگه. حالا چیکار بکنی که استاپت نخوره؟ واچ لیست داشته باش. اگه که ریسک پذیر نیستی واچ لیست داشته باش، نواهی که بهت میگم و بذار قیمت برسه باش، واکنشش رو ببین. خب مطمئن باش جا نمیمونی. الان اینجا اومده واکنشش رو تو کندل بعدی میبینی. حالا میخوای واکنش دقیق ببینی، تایم فریم رو کوچیک‌تر بکن. شما وقتی تایم فریم رو که کوچیک‌تر می‌کنی میتونی راحت واکنش قیمت رو ببینی. حالا درسته 4 ساعت تحلیل میزنی، ولی قرار هم نیستش که روی 4 ساعته هم نقطه ورودت باشه. این تکون خورد رو $2.07 بود. ببین الان من گذاشتم تو تایم فریم 15 دقیقه، این اومد اینجا. شما اگه اینجا واچ لیست داشتی کندل بعدیش رو مشاهده می‌کردی که چه رفتاری داره بعد از برخورد. اگه که کندل بعدیش واکنش نشون نداد اومد پایین، که خب شما باید همچنان منتظر بمونی همین پایینا بره. اگر که دیدی نه داره یه برگشتی به خودش نشون میده، منتظر یه دونه کندل میمونی. اینجا یه کندل زده بعد رشدش رو طی کرده، حالا دوباره اومده یه اصلاحی اینجا کرده و به همین منوال ادامه داده. حالا اولین و یکی از واقعا مهمترین حمایت ها برای ریپل این $2.76 خیلی ما رالی سعودی داشتیم ازش. ببین چقدر اینجا مثلا سود داده. حالا اینا رو هم به چشم کوچیک میاد چون رو تایم فریم 4 ساعته ببین یه بار اینجا برخورد داشته تا اینجا 10%، یه بار دوباره اینجا ببین اینجا دقیق نگاه کن، یه بار از اینجا اومده تا اینجا 13%. خیلیه 13% برای ریپل. اینا یه جورایی حالا نمیشه گفت استیبل کوینن، ولی خب کم نوسانن به نوعی. عقب‌تر بخوایم بیایم اینجا برخورد داشته، دوباره اینجا 9% ادامهش که میشه اینجا میشه دوباره 12%. خیلی مهمه این $2.07 خیلی مهمه. ولی اگر شما میخوای یک ورود سیف داشته باشی، به نظر من باید توی 2 پله ورود بکنی. اگر که میخوای ورود سیف داشته باشی، پله اولت رو $2.07 باشه. اگر که تایید کندل برگشتی حالا تو تایم فریم 15 دقیقه 1 ساعته داشتی که خوشا به حالت، برو همراهش باش، سیو سودات هم بکن، سودتو بگیر و اصلا خروج بزن دیگه. طمع نکن، واقعا طمع نکن. خب اگر که داری با اهرم اینجا هم میگیری طمع نکن. این صحبتم برای اونایی که با اهرم میگیرن. اگه نه اثبات داری میگیری خب اون طمع نیست، اتفاقا بمون بذار تارگت های بالاترش هم برات بزنه. اگر ما تو تایم فریم کوتاه تایید برگشت نداشته باشیم، نقطه بعدی کجاست برای ما؟ 1.906.7 1.9067 $1.90. چرا $1.90؟ ناحیه حمایتی بعدی که خیلی هم قویه براش اینجاست. ببینید من اینجا رو براتون مشخص میکنم. یه دونه اینجا داریم برخورد، یه برخورد اینجا داریم. این شادو رو حالا میشه در نظر گرفت. یه دونه اینجا داریم، یه دونه اینجا داریم. میبینید 1 2 3 4، حالا اینجا هم هستش 5. و حالا این فاصله هم تا این ناحیه کم هم نیستا. میگم تایم فریم 4 ساعته همه چی انگار کوچیک به نظر میاد. ببینید شما برای اینکه برسید به این ناحیه یه 8% فاصله دارید، ولی از اونجایی که زیر ایما 9 روز است، از اون بیت کوین هم همش داره نزول میکنه، خب محتمله که اینجا رو ببینه و اینجا خیلی نقطه ورود قشنگیه براش. واچ لیست داشته باشیم. ما هم حتما تو چنل تلگراممون اعلام میکنیم. دوستانی که فقط عضو چنل یوتیوبمون هستن برید از قسمت پروفایل وارد چنل تلگراممون باشین، اونجا جوین باشین. ما حتما اینجا رو یه هشدار بهتون میدیم که توی این ناحیه میتونید مثلا خرید بزنید، تایید داده خرید بزنید، ورود بزنید، سودشو ببرید. اگر که ببینیم نه اینجا از دست رفت تا پایینی 15%، یعنی تا اینجا 8% بود، تا اینجا 15%، 16%، یعنی بعد از اینکه اینو از دست بده 7% تا اینجا کار داره. و این تحلیل قراره که طولانی باشه ها، چون قراره که بلند مدت بهتون معرفی بکنیم. این شکلی نیستش که سریعا تاچ بشه. حالا کجاها باید سیو سود بکنید در صورت ورود؟ اولین جایی که سیو سود بکنید یا اصلا کاملی میخواد کلوز بکنید، چه روی 1.90 ورود بزنید چه روی $2.07، روی $2.55 فیکس، $2.55 فیکس. یا شما کامل خروج بزن یا سیو سود کن. چقدر؟ اگه از اینجا شما ورود بزنیم
23%. اگه از پایین میخوای ورود بزنی تا اینجا 33%. یعنی اصلا فرق نمیکنه شما اثبات داری میگیری، اهرم پایین داری میگیری، اهرم بالا داری میگیری، سودشو خفن بهت میده. سیو سود بزن، نگفتم کامل کلوز کن. اگه کم ریسک که همینجا اصلا خروج بزن. ولی اصلا شما کجا میتونی بیشتر به مارجینت اضافه بکنی؟ بیا $2.55 اینجا برای شما یک هندل 4 ساعته ببنده. ببین دیگه نون تو روغنه. اینجا رو بشکونه بره به سمت بالا، کندل 4 ساعته ببنده. شما هر جایی که بودی، هر چقدر تو سود بودی، بازم پول واریز کن، چون مطمئن باش دوباره تارگت های بالاترش رو میبینی. یعنی تا $3.38 هم میره. اینجا مشخصه کاملا چه مقاومتیه براش. خب ببین الان اینجا یه دونه کندل 4 ساعته بسته، دقیقاً با این کندل. من قشنگ زوم کنم، اینا همش تو ترید کامل تو جزئیات رو رعایت کنی برنده ای. با این کندل بریک کرد، این کندل تایید نبوده. کندل بعدی کندلی بودی که خریدار و فروشنده مشخص نبوده، ببینید هم از پایین فشار داشته هم از بالا فشار داشته. خب این کندل، شما وقتی این کندل رو دیگه دیدی، دیگه برو سراغش. ببین کندل بعدی چه سودی داده و همینجوری رفته چه سود خفنی داده. یعنی ما از این کندل اگه وارد میشدیم تا اینجا 26-28%. فوق العاده است برای ریپل، فوق العاده است. خب این تا اینجای کار. کجا کامل کلوز کنی آقا؟ ببین بستگی داره واقعا به اون شخصیت ریسک پذیریت داره. رسید به اینجا تو مثلا میتونی کلوز بزنی $3.38. اینجا کلوز بزن، این پیشنهاد منه. خب اینجا کامل کلوز بزن، منتظر بمون. ببین اینجا واسه مقاومته، من اینجا رو نذاشتم چون از تکنیکالی خیلی قوی نیست، ولی همین چیزیه که داریم. این قرمز رنگم میکنم. خب $3.38 این ویدیو نمیدونم کی قراره که تاش بشه. اصلا ممکنه ما براش آپدیت هم داشته باشیم تا بخواد به این نواحی برسه، خیلی طول میکشه. ولی یه ویدیو کلی دارم بهتون میدم چون میخوام یه ذره از ابهاماتتون برطرف بشه. ببینید از اینجا که ما قراره کامل کلوز بکنیم تا اینجا 8% فاصله است. 8% فاصله کم نیستش. خب این 8% رو کلا بیخیال بشید شما، چون این کندلایی که اینجا میزنه خیلی ریسکیه و اگه شما فیوچرز داشته باشی اینجا خیلی متحمل ریسک میشی. کجا میتونی ورود بزنی؟ بیاد بالای این عین اینجا که به ما یه دونه کندل داد 4 ساعته. خب حالا 4 ساعت هم نداد، به نظر من اینجا رو بریک بکنه بره بالا تو تایم فریم 1 ربع 1 ساعت هم شما تایید دیدی، برو که همراهش باش. چرا؟ چون آقا از لحاظ تکنیکالی ما هیچ میشه گفتش که سخفی براش نریم، میره همینجوری میشکنه میره به سمت بالا. هرچند میشه با یک سری اندیکاتورها تشخیص داد تو کجا رفت. مثلا با فیبوناچی میشه در نظر گرفت که تو کجا میتونه طی بکنه رشدش رو، چون فیبوناچی با استفاده از یک سری فرمول های ریاضیه که توی اصلا کل دنیا ثابت شده است، فقط توی ترید نیستش، میشه در آورد کجا. خب ولی الان وقت نیست، سود خوب میده بعد از این بریک داشته باشه. یه جمع‌بندی براتون میکنم. ریپل خیلی قشنگه. آخ بیاد اینجا، ما اینجا ورود بزنیم، عشق کنیم روی $2.07. 8% پایینتر از قیمت فعلی. حتما واچ لیست داشته باشین. اگه میخواید فیوچرز بگیرین، به نظر من قطعا نوسانش رو بهتون میده. یعنی در لحظه اگه آنلاین باشی یا اوردر کاشته باشی برای اونجا، که من پیشنهاد میکنم اوردر نکنید، واچ لیست داشته باشین. این هر از گاهی مثلا هر روز چک بکنید، هر مثلا نیم روز یه چک بکنید ببینید قیمت ریپل کجاست. بیاد اینجا یه تایید کندلی کوچیک ازش دیدی وارد شو. میخوای حالا پوزیشن وارد بشی فیوچرز، حالا میخوای اسپات باشه که اسپاتشو خیلی پیشنهاد میکنم از اینجا هولد کنی، چون ریپل خیلی مفته. ریپل یه زمانی که اینجا بود همه میگفتن بابا ریپل دیگه ترکون رفت بالا، ما کجا بخریم و اینا. ولی الان که دیگه میاد پایین دیگه یادش نمیاد که زمان داشت له اینو میداده ها ریپل $3 بود ما جا موندیم و فلان و این داستانا. پس حتما براتون خیلی حیاتیه که این ناحیه براش در نظر داشته باشین. اگه یه درصد دیدین این ناحیه رو داره از دست میده و کندلا دارن نشون میدن که نشونه از برگشت نیست، بیاید اینجا رو پله دوم ورود بزنید. یا اینجا پله‌ای ورود بزنید یا اینجا کلا ورود نزن، منتظر تایید بمون. تایید نداد بیا اینجا ورود بزن و همراهش باش. اینجا سیو سود کن، اینجا کامل کلوز کن. اگه دوست داشتی سود بیشتری بگیری منتظر بمون این 8% رو اینجا طی بکنه، چون از لحاظ تکنیکالی کلا اینجا داده‌ای نداره که ما بخوایم روش تحلیل داشته باشیم. دیدی اینجا رو داره بریک میکنه، همراهش باش که قرار یه سود انفجاری بده. مطمئن باشین که دوباره از ریپل براتون آپدیتی خواهیم داشت، ولی فعلا همینه.
با توجه بهش، چون روندش هم کامل نزولیه و مطمئنا کفای پایین‌تر رو میتونه تاچ بکنه. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه، تونسته باشم یک سری از سوالاتتون رو حل بکنم. اگه این ویدیو واسهتون مفید بود حتما لایک رو روی ویدیو بکوبید. اگه نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم داشتین حتما تو کامنت ها بهمون بگین. خیلی دوستتون دارم. شبتون بخیر.